فرهاد و شیرین. یک زمان در یکی از دره‌های خوشاب و هوا و زیباترین قطارگوی حصار در نزدیکی‌های دهه قرطاق شیرین نام دختر زندگی میکرد. شیرین چون گل خوشروی بود، چهره همچون خورشید جهانتاب، چشمان شعله‌های سحرانگیز، زلفان جنگیله سیاه مشکین و قد و قامت موزون داشت. دختری نازنین با پدر و مادر سالخورده خود در قلعه مستحکم استقامت می‌کردند که در نشیبه‌ای کوه واقع شده، دیوارهایش بلند سنگین و دروازه‌اش از پولاد بود. شیرین هر پگاه از قلعه برآمده منظره دلاویز ساحل دریا، دهه‌های سبز و خرم و قرطاق را می‌دید و باغ‌های غرق میوه اطراف آن را با کمال شوق تماشا می‌کرد و لذت می‌برد. او را بخصوص تماشای دریای شوخابه که از بین قطارگوهای حصار سر زده، چشمه‌های زلال را به خود گرفته به سوی کشتزارهای وادی سرخیز حصار می‌شتابید، شاد و مفتون می‌نمود. شیرین به لب دریا فرآمده از هوای جانبخش ساحل نفس گرفته، به جست و خیز موج‌های دریا دور و دراز چشم دوخته و سرودی بی آخری آن گوش می‌انداخت. آوازه حسن بی همتای شیرین با تدریج عالم را گرفت. از هر طرف خواستگارهای نامدار، شاهان و شاهزادگان، وزیران و وزیرزادگان آمدن گرفتند، اما شیرین به هیچ کدام آنها رضایت نمی‌داد. یک روز پدر و مادرش مصلحت کردند و مادرش به شیرین گفت: دختری عزیزم، هر روز برایت خواستگارها می آیند. تو اکنون خرد نیستی، شکر که به سن عروسی رسیده ای. ما هم به امید فرزند کلان کردیم که توی سوری تو را کنیم و خاطر جمع شویم. شیرین این گپ را شنیده به خیال رفت و بعد سر برداشته گفت: مادر جان، من به جوانی میرسم که در دوام یک شب جای کنده به قلعه من آب برآرد و اطراف قلعه ما را آباد و سبز و خرم کند. پدر و مادرش این شرط دختر را به خواستگارها رساندند. خواستگارها از دامن امید دست کشیده پراکنده شده رفتند. در همان نزدیکی ها در یکی از دهه‌های کوهسار فرهاد نام چوپان پسری زندگی میکرد. فرهاد بار شیرین را دیده اسیر عشق او شده بود، ولی به شیرین طلبگار بودن شاهزادگان و وزیر و وزیرزادگان را دیده شیرین این خیل آدمان نامدار را مانده به من التفات میکند مگر؟ میگفت. فقط محبت او را در دل نگاه می‌داشت. فرهاد شرط شیرین را شنیده کلند و میتین خود را گرفته به اجرای این شرط دشوار کمر بسته، از جایی که بلندی دریا به بلندی قلعه برابر میشد به کندن جای شروع کرد و در یک مدت کوتاه جای درازی کافته و کوه را شکاف کرده جای گذرانیده به قلعه شیرین نزدیک برد. آوازه کارنمایی فرهاد به گوش یکی از خواستگارهای شیرین، شاهزاده مکار خسرو رسید. خسرو در آتش رشک و حسد سوخته به سوی قرطاق شتافت و نیز به اجرای شرط شیرین سعی کرد. اما شاهزاده که در عمر خود به دست غیر از شمشیر و خنجر تیز آلات دیگری نگرفته بود، قدر جای کند و خسته شده به طرف فرهاد چشم دوخت. دید که فرهاد به قلعه می رسد. مایوس شده از کار دست کشید، ولی آتش رشک و حسد در سینه‌اش زبانه زد. او به غضب آمده قرار داد که به فرهاد ضربه زند. در این حال راه فریب را پیش گرفته و ندیمانش فرمود که یک دسته بوریا آورده از جای به جایکنی شروع کرده او تا نزدیکی های قلعه شیرین پهن کنند. بعد از این آشنای دیرینه‌اش کمپیر زال را به پیش خود خوانده فرمود:
که رفته به شیرین و فرهاد خبر دهد که خسرو همین زمان شرط را اجرا می کند. کمپیر عصا به دست شاد و خندان به پیش شیرین آمده گفت: دختری عزیزم، شاهزاده نامدار خسرو شرط تو را اجرا می کند. انا برآمده بین. مهتاب شب بود. بریاهای دراز و کج و کلید چیده شده نور ماه پره را عکس کرده چون جویبار آبی روان میتابیدند. شیرین از سر دیوار قلعه نگاه کرده دید که در حقیقت جوی روان به قلعه نزدیک شده است. خرسند شده روی پرچین کمپیر را بوسه کرد و گفت: ای مادر خوشخبر، رو به شاهزاده خسرو گوی که اگر جوی تا سحر به قلعه رسند من از آن وی می شوم. کمپیر تبسم کرده لرزان و اساسزنان به پیش فرهاد آمده: تو بیهوده جان مکن ای فرهاد، گفت. لب شیرین به کام خسرو شد. چی؟ پرسید فرهاد سری به آب و عرق غوطیده خود را بالا کرده. تو چی گفته ایستاده ای؟ لب شیرین به کام خسرو شد میگوید، گفت کمپیر. انا نگاه کن. کمپیر جوی از بریا را نشان داد. فرهاد نگاه کرده تابش جوی به قلعه نزدیک را دید. چی مگر خسرو به این زودی جوی برآورد؟ پرسید فرهاد. بله برآورد، جواب داد کمپیر. فرهاد پهلوان چون شیر غوریده و چون بید از شمال سموم لرزید. نه، به شیرین زندگی برای من زهر است گویان با تمام قوت میتین نوکتیزش را به جبینش زد و حلق خون به زمین افتید. همان وقت ماهتاب به قفای کوه قرطاق فرآمده بریاهای خسرو دیگر جلو ندادند و برابر این آفتاب بخت حیات فرهاد روز نادیده در پس ابر تیره رشک و حسد غیب زد. شیرین سحری از خواب بیدار شده با امید دیدن جوی خسرو خرسند از قلعه برآمد، ولی برآمد و از جای آثاری ندید و حیرت افتاد. آن طرف که چوپان پسر در لب جویباری با دستان توانا کنده‌اش آغشته خون خوابیده است. این دم مکر خسرو به شیرین نازنین معلوم شد. دختری به دام فریب افتاده و سر مرده فرهاد دلیر نشسته زار زار گریه کرد و گفت: به خسرو فریبگر لعنت‌ها بخوانند و کردار او را برای تمام خلق اعلان کنند. بعد از این فاجعه شیرین اختیار شوهر نکرد و تا ایام پیریش به یاد فرهاد نامراد عمر به سر برد. دوستان عزیز با ما باشید و به کانال ما آبونه شدن را فراموش